آدما اتفاقا مهمترین جایی که باید پولدار باشن تو پیریه. سلام به برابکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز میخوام راجع به چیز باهاتون صحبت کنم، راجع به پیری و سمبالایی و این حرفای چیز جالبی دیروز به مغزم رسید، دیدم خیلی جالبه بگم و دلیلش اینه که خیلی مسیج گرفته بودم که اگه میشه ویدیو تنهایی بذارم، ما میخوایم مغز خودتو بشنویم از این حرفا. واقعا مسیج زیاد اومده بود وگرنه این حرفو نمیزدم و ممنون که این همه به قول معروف علاقه نشون دادین به مغز غیر عادی منده. آقا دوستان فکر میکردم من کسی که باش کار مالیمو انجام میدم بهم زنگ زد و یه با هم فاینانشال ریویو کردیم و از این حرفا و پولایی که من دارم جمع میکنم برای وقتی که مثلا سنم میشه 65 سال، همین پیروز رسید به 7 رقمی. یه موضوعی هم بگم، هر کسی میگه 7 رقمی وقتی میشماری میشه مثلا میتونه باشه 1 میلیون یا میتونه باشه 9 میلیون 999 هزار دلار، یعنی تو نمیدونی 1 میلیون یا 9 میلیونه. هر کسی که میگه درآمدم سیوینگم فلانم به 7 رقمی رسید، منظورش یک ماکسیموم 2 میلیونه. هر کی گفتش که اگر مثلا بیشتر باشه میگه به 3 میلیون رسیدم، به 5 میلیون رسیدم، به 10 میلیون رسیدم، به 9 میلیون رسیدم، عدد میگه بالاتر باشه. به 10 میلیون که برسه میگه درآمدم 8 رقمی شد. تا 20 هم 8 رقمی میگه. بعد از 30 40 دیگه دوباره میگه. خلاصه یه همچین داستانی. خلاصه مال ما هم بالاخره میگم این حساب پسندازمون به 7 رقمی رسید و این یعنی در واقع نقد، یعنی من پول نقدی که توی گذاشتم این اونور و نقدی که داره کار میکنه، یعنی تو حساب پسنداز نیستش که بیاد پایین، هر ماه هم داره هی به من پول میده و واسه 25 سال دیگه است. واسه من وقت خوبی دارم. بعد دیروزم بخوام فکر کنم که چرا من انقدر برام مهمه تو آینده جمع کنم. یعنی یه ویدیو دیدم چند وقت پیش که 2 تا خانم پیر نشستن توی یه دونه قایق دارن مثلا میرن چه میدونم توی یونان، بعد 3 تا جوونن و دارن با هم دیگه میپرن و میرقصن و هم دیگه رو روغن میمالن و کثافت‌کاری و اشغال. بعد توی ویدیو نوشته بهتره پولتو نگه داری وقتی پیر شدی آلول کنی یا پولو در میاری همونو بزنی به فلان خرس به لینچان و حالشو بکنی. خب من اینو که دیدم خیلی چیز شد، یعنی خیلی برام یه دلما درست کرد که آقا چه اتفاقی داره میفته. من الان مثلا میتونم هر ماه سفر باشم، نمیدونم این کارو کنم اون کارو بکنم، میتونم 2 تا کارگر بگیرم اینا، ولی 65 سالگی بعد ببینیم چی میشه. یا مثلا خونه هامونو بفروشیم، چون من دو میگم این پولیه که توی حسابه، یعنی من خونه‌ای که دارم یا خونه دیگه که دارم اونا اصلا حساب نیست تو این بازی. خصوصا یه آدم میتونه مثلا من در شرایط من برگرده بگه که اوکی تا چند سال این خونه ها پیاف شده، مورگیج پروژه دیگه ندارن و من 65 سالم این خونه رو میفروشم یا هر چی. من دارم میخوام اینا رو بذارم واسه خانواده‌ام برم که وقتی من مردم خانواده‌ام وقتی بود بگه از ما پدر بزرگمون ما رو قوی کرد پشتمون رو. فامیلی اقتصادی اون موقع به چشمم میاد. روی این حساب من خیلی چیز شدم، دو دل شدم که آقا آیا منم اشتباه میکنم؟ آیا 25 سال میگذره و من پوله رو دارم، بعد میرم میگم قصه میخورم که اون موقعی که پای راه میرفت، اون موقعی که چشم میدید، اون موقعی که دهنه میکشید، اون موقعی که معده هضم میکرد، کاش میرفتیم این کارو میکردیم هر چی ها. بعد نشستم فکر کردم به این موضوع، دیدم که آدما اتفاقا مهمترین جایی که باید پولدار باشن تو پیریه. حالا گوش بده ببین چرا. تو وقتی بچه‌ای برات مهم نیست، مثلا حالا بگو زیر 25 سال برات مهم نیست حتی شب زیر پل بخوابی یا نه. یعنی اگه مثلا تو جنگل به دنیا اومده باشی، مثلا تو شهر وجود داره، الان بالای درخت داری میدوی اشغال میکنی، مثلا نمیدونی شهر چیه، یعنی خوشحالی با اون چیزی که داری، اصلا نمیفهمی فقیری. حتی پول دارن باشی همینه، یعنی پول دارن باشی وقتی بچه‌ای نمیفهمی پول داری، فهم کنی این دیگه همینه. واسه همین تو بچگی اصلا مهم نیست تو در چه وضعیتی باشی، این که بالا بچگی اصلا تموم شد. 25 تا 65 تو این سنا که وسطی به قول معروف امید داری، بالا پایین داری. مثلا میگم ما 27 سالت شده آرزوت بود ماشین بخری، هنوز ماشین نخریدی، میگی اوکی 30 میخرم، همونجا 3 سال میندازی عقب. بعد 30 نمیتونی بخری، میگی دیگه عاقل شدم نمیخوام مثلا 3 4 5 ساله بگم، میگم 40 مثلا 10 سال میندازی عقب، 40 تا 40 ماشینا رو میخرم. 40 هم همینو میگی. حالا راجع به خونه میخواد باشه، هر کسی میگم توی دنیایی هستش، یکی عاشق اینه که به قول معروف به رستوران غذا بخوره، یکی آرزوش اینه که مال داشته باشه، یکی آرزوش اینه که هواپیما شخصی داشته باشه. آرزوها و موقعیت‌ها و دیدها و خواسته‌ها با هم فرق داره. ولی یه چیزی که خیلی جالبه اونی که هواپیما شخصی میخواد
همونقدر هرسشو میزنه با اونی که مثلا فقط آرزوش یه دونه مثلا پژو 206 داشته باشه. همونقدر هرس میخورن، همونقدر ناراحتی میکشن، همونقدر وقتی میخرن خوشحال میشن، همونقدر طول میکشه که از خوشحالیشون از بین بره. مثلا اگه 10 بار ماشین 10 روز یا 10 ماه 10 سال رانندگیش بکنی میگه دیگه حالم از این گوه برام میخوره. همین داستان با همون هواپیما شخصی میفته. واسه همین احساسا همه ثابته. ولی در صورت تو سن 25 تا مثلا 25 30 تا 60 65 تو توی سنی هستی که میگم امید داری، سازنده‌ای میگی. مثلا میگم فرض کن الان برای دیگه دربون والمارت، یعنی کسی که دربون میشه فقط به امید اینکه یه نفر بخاطر اینو دزدی نکنه. اگر این آدم من الان برم بالاشون رو میخوام برم دربون بشم، یا اوکی بیا نامه بنویسیم هم چند ساعت کار کردی چقدر میخوای بمونی، یه تو اینترویو میذارن و منو استخدام میکنن. 10 سال دیگه برام همین داستانه. 10 سال پیشم میافتم همین داستان بود. ولی وقتی 60 سالگی پاشی بری بگی من میخوام بیام کار بگیرم، یارو یه خورده چیز میشه. مثلا میگه که چرا این پیرمرد میخواد بیاد اینجا کار کنه؟ هایرش نکنیم 4 سال دیگه میشه 7 سالش شاید میفته میمیره، الکی ما وقت گذاشتیم روش ترینش کردیم. نمیدونم صبح مریض نشه، سر نخوره، داستانش باشه، آروم راه میره. هی داستانایی داری که نخواد با اون پیرمرد دیل کنه. تو 25 30 تا 60 65 هم اگه مثلا پول نداشته باشی باز اوکی، حداقل میری بیرون، مردم با اون آدم عقب مونده بدانه میکنن. اگه بری دربونم بشی میگه یا تازه اومده یا زندگی دنیاشو خراب کرده یا طلاقی گرفته، یه دلیلی میتونه داشته باشه. وقتی 65 ساله میاد میگه میخوام دربون مال مثلا والمارت بشم، یه جای زندگی چیزی اشتباه بازی کردی. این خیلی دیگه راحت میشه اینو فهمید. از اون ور تو وقتی سنت میره بالا، کانکشنات به دنیا و به انسانهای دیگه کم میشه. مثال کسی که الان 7 سالشه احتمال زیاد اینستاگرام یا تیک تاک نمیفهمه چیه. شاید حتی داشته باشه بره یا مثلا چات عکس میگیره، ولی نمیفهمه چیه، نمیفهمه چه کاری میشه توش کرد، کلاب یعنی چی، فرق ریز با استوریو نمیفهمه، واقعا نمیفهمه. از اون ورم مثلا میگم یکی مثل بابای خود من که مثلا ما بچه بودیم میرفتیم از صاحب سینما رو میشناختم، مثلا تو فرودگاه ما میرفتیم مسافرت از ایران که مثلا از کانادا که برمیگشتیم ایران، وقتی در هواپیما باز میشد بابای من پشت در هواپیما بود، اون رو چرخه که میومد میچسبوندنش به هواپیما که در که از پلا میومدی پای میرفتی، بابای من بالا من در که اونجوری سرش میومد تو هواپیما. من تا امروز نمیفهمم این چجوری این کارا رو میکرد. خب ولی امرو نمیتونه این کارا رو بکنه. چرا؟ چون آقا قاسمی که میشناخت یا ریتایر شده یا مرده یا موف کرده فلان جا، دیگه کانکشن نداره یا با هم مثلا جدا شدن به هر دلیلی. برای همین کانکشناشون هم کمتر میشه، مخصوصا به خاطر سن. پس تو جوونی، تو پول داشته باشی نداشته باشی به چپت، تو بزرگی نداشته باشی یا داشته باشی امیدشو هنوز داری ها. نمیگی به چپم، ولی میگی برم کجا پیداش کنم. شب و روز میخوابی، بعد یه روز به خود میای میبینی ناکن این همه سال گذشت هیچ وقت نتونستیم به پولی که میخواستیم برسیم، به خونه‌ای که میخواستیم برسیم، به ماشین یا هر چی که باشه. وقتی 65 سالت میشه و پیر میشی و پول نداری، حالا بگو 75 تو اون سنا میرسی، مردم حتی بچه‌هات هم یه جوری دیگه حوصله‌تو ندارن. شاید حالا بچه مثال خوبی نیست. چرا؟ بچه من خواهم دارم میبینم دیگه الان مامانم و خانواده مامانم براشون خیلی سخت از مادرشون نگهداری کردن، یعنی داره دهنشون سرویس میشه، دارن میکنن و به یارو هم میخندن، مادرم خبری نداره اینا ناراحت نیستن، ولی وقتی میاد خونه میگه ریدم تو این زندگیم، چرا مثلا مادر ما باید این مریضی داشته باشه که ما باید نمرش بدویم یا یعنی اگر مثلا دیدیم یکی میمیره بعد میگن که خیلی مریض بود راحت شد. اون مریضه راحت نشد، تو مریض هم باشی این تو لحظه آخر میخواد زنده بمونی، یعنی تیرم خودش دیدی خودت اینجوری میکشی بگی خودت به دم بیمارستان خودت میکشه در بری تو، شاید یا دیگه سن دکتر زودتر تو برسه. این که میگن راحت شد بیچاره زجر میکشی زیاد، دور و بریاش زجر میکشیدن، چون تو وقتی یه جات میشکنه واسه یه روز 2 روز درد داری، بعد دیگه دردو نمیفهمی چون مغزت میگه اوکی دیگه این هست دیگه دردو بهت نمیگه، یا میدونی یا قرصی میندازی بالا تموم میشه. ای دور و بریاتن که باید هر روز بیان جیشتو پر کنن ببرن خالی کنن تو توالت تو بردارن بریزن، اونا حوصله‌تو دیگه ندارن. هم یه ختم رفتیم که گفتن راحت شد بیچاره خیلی مریض بود. خب این یعنی ما راحت شدیم که اون رفت دست از سرمون برداشت.
ولی چه وقتی یه بچه میمیره نمیگن راحت شد، بچه مریضی داشت، همیشه ناراحتن، حتی میگن بیچاره گناه داشت، کاش مثلا یه کاری بود نمیشد یه سال دیگه زنده میمون فلان بسا. خب پس این دیگه رسید به بچت دیگه، یعنی بچت حوصله‌تو نداره وقتی از کار و کور بیفتی. تو هم نمیتونی تصمیم بگیری. یارو سال برای گنده است، اپلا میره بالا، یه دونه سور میخوره، پق پاش میشکنه، میگه آقا 7 سال دیگه جوش نمیخوره، دیگه فلج شدی تا آخر عمرت، یه پادری با حالا با این را بری خونه رو بعد نردبون از این آسانسورا بزنن بغل پله بره بالا. زندگی یهو تو پیری میتونی عوض شه. یا مثلا پدر من الان داره چشش از دست میده، خب این چشش از دست بده دیگه یهو بینایی نداره. یا مثلا بابای من الان رانندگی نمیتونه بکنه، نه مشکلی داره نه نمیدونم رانندگی، بله همه زندگیش مثل بنز رانندگی میکرده، الان نمیتونه. خب میدونی چقدر سخته واسه تو نتونی رانندگی بکنی، تو روز قبل می‌خواستی بری بیرون میپری تو ماشین میرفتی، الان میشی تو خونه زندانی بعد واسه یکی ببرتت بیرون. بعد مثلا به من میگه من 10 دقیقه دیر میرسه، نمیتونه قول بزنه به من که چرا دیر اومدی سگ زده، چون دارم بهش حال میدم. خلاصه میگی توی دنیا خیلی سختی وقتی پیر میشی. دوست و آشناها که دیگه میگم این میشن اون تکنولوژی و شور و فهم که داستان چه اونت هم به فنا میره. دوباره مثال خوشی میشه مثلا فقط با من عاشق رادیوه، چون زمانه مثلا رادیو بوده، الان رادیو دیگه برنامه نداره چون کسی رادیو درست نمیکنه، فقط یه آهنگ و یه برنامه احمقانه یه دیوانه داره درست میکنه تو خونش مثلا. برای همین از دنیام دور میشی و اگر تو این تایم پول داشته باشی همه میخوان دارت باشن فقط به خاطر پول. پس فقط تو وقتی پیر میشی تمام 100% خوشحالیت و موقعیت تو این دنیا با پوله. یعنی پول داشتی همه دورتن. مثلا میگم دیگه الان من شده 70 سالم، هیچی پول ندارم، زنگ میزنم به پاشا من گشنم برام پیتزا میخری، روز 10 که بهش زنگ میزنم با زور گوشو برمی‌داره، یا میگه شاید بازو منش خیلی مهربون باشه خوب برداره، ولی ته دلش آرزو میکنه که چی میشه بابای ما از ما پیتزا نمیخواد، هر روز پول داشت خوش پیتزا خوشو میخرید، من این پول پیتزا رو میتونستم مثلا هر روز سیو کنم یا خرج خودم بکنم یا هر چی. خب حالا تو فرض بکن من به جای این هر دفعه که به پاشا زنگ میزنم بگم که پاشا من آخر این ماه دارم میرم مثلا فرانسه با مامانت، تو دوست دخترت اگه بیکارین بیاین، من پول جفتتون رو میدم، اتاق خودتون رو میگیرم، هواپیما همشون رو با من، غذاتون هم اونجا با من. بعد فرانسه هم که رفتیم برای اون یه دونه کیف لویی ویتون بخرم، برای اون هم یه دونه فلان بخرم. امکان داره پاشا تلفن منو میس بکنه هیچ وقت تو همون باشه میده بابا. خب این علاقه به من نیست، این فقط به خاطر اینه که حالا از اون ور من همین فقیره باشم به زنگ بزنم به پاشا بگم دوست دخترت برای بیا خونه ما میخوام امشب دور هم مثلا اسکار بشیم، اسکار رو نگاه کنیم. دخترم میگه بابا من اصلا خونه با تو بشیم چه گوی بخوریم، یه گوشت نشه، باز یه پیتزا میخواد، بگو پیتزا رو میفرستیم نمیخواد باشیم بریم یه همچناتی. حالا فکر کنید این دختره که من 3 بار بردم فرانسه و مکزیک و اسپانیا، بعد حالا بهش زنگ میزنم میگم پاشو بیا اینجا خونه من، ماساژم میده، من واسه اونجا میذاره بابا سهیل بذار من یه خود میدم تو کمات ماساژ بدی، من میدونم دوست داری بیا جلو من ماساژت بدم. فقط و فقط تصمیم گیرنده این پوله. بهترین آدم دنیا باش، تخمی ترین آدم دنیا باش. وقتی پیر شدی اگه پول داشتی تکرت میکنن، بهت میرسن، هواتو دارن. اگه بی پول باشی به زور کمکت میکنن. خب این بعد من اینجا خیلی خوشحال شدم که پس کاری که من دارم میکنم درسته که من دارم واسه 65 این پول جمع میکنم و مواظبم که چی بشه و بیمه عمر دارم، خانمم بیمه عمر داره، بچه‌هام بیمه عمر دارن، همشونم، یعنی مال من خانمم با هم دور بر مثلا که 7 میلیونه یا 6 میلیونه، فکر میکنم 6 اشتباه نه، آره 6. آره چون می‌خواستیم بگیریم بیمه میگفتش که خیلی زیاد بیمه می‌خواین، چرا بیمه می‌خواین انقدر اون وادیونه. بعد بهشون فرستادیم که مثلا چی هست زندگیمون چه اختیار و قبول کردن، ولی اولش نمیدادن. من خلاصه میگم من فقط این ویدیو درست کردم برای همه، هر کسی تو هر سنی نگاه میکنه، به قول اینو زیاد شنیدی، چشم هم بزنی میبینی 65 سالت شده، بعد یا به خودت میاد میگی دود 65 سالمه چه اتفاقی افتاد. بعد زنگ میزنی به بچه‌ت حوصله‌تو نداره، سر داد میزنه، بعد نمیتونی کاری بکنی، اگه سرش داد بزنی بچه‌ت هم از دست میدی، میگی خیلی خب پس بذار این سرمو بکوبه سرمون. از اون ور میخوای یه حالی بکنی نمیتونی، پولشو نداری، ولی حالا از اون ور فکر کن وضعیت خوب باشه، نمیگم میلیونر باشی، ولی وقتی که
پولم بکنی توی که ویدیوام گفتم اگه موموکو الان که تولدش بود پارسال که 4 سالش شد $2000 میذاشت توی حساب پسنداز، تا وقتی که میشد 65 سالش میشد $300,000 $200,000 $400,000 تو اون رنجا میشد. حالا بگو کمترین $200,000، یعنی 100 برابر میشد پول. خب این شوخیه که چم که تو ایرانم باز رم نکنیم طلا جهانیه، پس نگین پولمون فلان کجا بزنیم و این حرفا. نه آقا طلا بگیرین، خورد طلا بگیرین برین توی صندوق پسنداز بانک بذارین هرچی. اگه شروع کنین خورد جمع کردن همه میتونن تو سن 65 سالگی پولدار باشن. و مثال و دلیل صاحب اثبات این موضوع سیگاره. اگه منظورمو گرفتی اگه نگرفتی توضیح میدم. توی دنیا ما همه نوع آدم سیگاری داریم، آدم فوق العاده پولدار سیگاری و فوق العاده فقیر سیگاری و همه نوع آدم وسط. یک آدم تا تو زندگی ندیدی که وقتی میخواست سیگار بکشه سیگار نداشته باشه. شاید مثلا یه روز نرسیده بهش، حالا به هر دلیلی تو فلان افتاده اونجا بودم فلان، ولی نشده که مثلا بیشتر از یه روز به سیگارش نتونه برسه یا چند ساعت. پس هر آدمی میتونه بین، حالا من نمیدونم سیگار هر جای دنیا چنده، اینجا $20، تو ایران $1. هر جای دنیا بین $1 تا $20 مردم میتونن هر روز بذارن کنار. و اگه هر کسی این کار رو انجام بده تمام زندگیش حتما مقدار زیادی پول داره بین 60 تا 70 سالگی. و تو وقتی یه مقدار پول زیاد داشته باشی تو 70 سالگی میتونی اینو یه جای بذاری که به تو سود بده، میتونی بذاری باهاش خونه بگیری، اجاره بگیری، میتونی همین پول خورد استفاده بکنی. راههای زیادی هستش که وقتی پول داشته باشی ازش بتونی پول در بیاری. و من خیلی برام این جالب بود، یهو گفتم که بس این خیلی مهمه. آخه 65 بودی، حالا 65 رو بکن 85. صدا در نمیاد، چشت نمیبینه، در به داغونی، فکر کن 10 تا آدم دور و برت از صبح تا شب دارن میان خونه، شلوغه، یکی میپزه یکی جمع میکنه، همه بوست میکنن، بعد شب ساعت 9 یه بالا میشه تخمتو میخورونی، آقا من میخوام برم بخوابم، همه بالا میشن جمع میکنن، زود درو میبندن، خونه میبندن، خب سوی رفت بخوابه. چرا؟ چون فقط وقتی میان میخوان آرزوشونه که مثلا میگم سوار فراری بشن ببریشون بیرون، مثلا تو بگی آقا تو فراریو برون، چون دیگه من پیرم واسه ندارم، آقا میشه فراریو ببری واسه یه دور. اون یکی میاد خونه، میگه آقا میری خونه سوی شبا هر شب یه تیکه گوشت استیک میخره میذاره اونجا $2,500. بعد فلانی از رستوران میاد اینا رو میبره برام استیک درست میکنه که تو رستوران میگه من اینا رو 1500 میفروشم. خب میریم خونه سهیل حال میکنیم استیک هم میکنیم. اینو چه کسی به زبون نمیاره. اصلا که ورسی میگه وای سهیل باحال ترین آدم دنیاست، انقدر این آدم مغز داره به تو چیز یاد بده، بعد با مزه است، دهنش اصلا چاک و چونه نداره، اصلا عشق میکنی بغلشی. حالا اگه من همون پیر بودم میشه سهیل تخمی پیرمرد فکر میکنه بامزه است، ولی حال آدمو به هم میزنه با جوکای قدیمیش، با بیچاک و دهنیش، حال آدمو به هم میزنه، جرئت نداره زنش رو جاش برگر بزنه آدم چیزی بگه. فقط و فقط حقش اینه که من پول داشته باشم یا نداشته باشم دیگه. حالا بمونه تو میتونی راننده داشته باشی، آشپز داشته باشی، مثلا میگم. و چیز دیگه، تو مثلا پیر میشی، مثلا مثالش میشه مادر بزرگ خود من پیر شده و چون تو زندگیش ورزش نکرده مثل اکثر خانم‌های ایرانی، بدنش خب خیلی داغون شده و الان خیلی براش کمک میکرد اگه این 2 تا آدم داشت، یه دونه ماساژور یه دونه کایروپرکتر، که هفته 2 بار 3 بار میرفتن خونه اینو میگرفتن میچلوندن، پاشو میبره بالا، بکش این کشه رو بگی بکش، اونم بگه آقا خسته شدم بگه بکن دوباره، زر نزن. الان مام بزرگم مثلا داشت راه میرفت اگه همچی آدمایی داشت، ولی الان که نداره چون راه نرفته بدتر هم شده. یعنی خودش اگه قرار بود روزی 2 تا بدتر بشه، چون راه هم نرفته یه دونه هم از راه نرفتن کمتر شده، روزی 3 تا داره عقب میفته. الان به یه حدی رسیده که بنده خدا چند روزش اخو بلند میشه بره دستشویی میخوره زمین از جلو ساعت مثلا 3 صبح تا 7:30 صبح که کارگر میره اونجا، این رو زمین مونده نمیتونه برگرده بلند شه، یعنی شده لاک پشت. یعنی همین آدم اگه پول داشت، بچه‌هاش هستن دورش خونه فلان گرفته، دولت هم داره فلان قد پول میده واسش، ماهی نمیدونم $5,000 $10,000 پول میدن، ولی $5,000 $10,000 همین میشه که یه خونه داشته باشی و یه غذا بخوری و 2 تا کارگر در نصف روز و اینکه نصف شبو بهت برسن. که الان دیگه کارگر میره که شبا میخوابه که همین اتفاق افتاد بلندش کنه. ولی میگم دیگه مثلا فرض کن حالا این پول داشت، الان
یه کارگر اونجا بود که میافتاد میرفت زیرش میخوابید میگفت بیافرو من نصیبه بذار یه وقت زخمی نشی. الان کسی تخمشن نیست. فقط و فقط فرقش اینه که اگه پول داشتی یا پول نداشتی. الان ماموزم زنگ بزنه به من گوشو برمیدم با عشق و فلان، ولی زنگ بزنه به مثلا موموکو میگه بابا موموکو مامان بزرگت کیه. ولی اگه حرف موموکو رفته اونجا بهش $100 داده بود، یه عروسک براش خریده بود، بعد مثلا چون موموکو این غذا رو دوست داره فرستاد رستوران سفارش داده بود اومده بود، موموکو حرف بابا نمیشه بریم پیش مامان بزرگ من دلم تنگ شده براش. ما انسانایی که تو این دنیا هستیم اگر وضع مالیمون خوب نیست توی جوونی و توی وسط میشه 25 تا 65 شاید نتونیم پولدار شیم. تو جوونی که اصلا خب اگه وقتشو نداشته باشی تو خانواده پولدار نباشی و مغزت هم بیزنسی نباشه و موقعیتش هم نداشته باشی خب نمیتونی پولدار شی. چیکار می‌خوای بکنی؟ نمیتونی پولدار شی. تو وسط که آپشنش هست شاید نشی. پس اولی اگه آدم پولدار که همیشه پول داره. خب منم آدمی که پولدار کار نیست دارم. آدمی سوال می‌کنم که خیلی پولدار نیست یا میخواد از اون چیزی که بهتر باشه. اون آدم احتمال زیاد تو جوونیش نمیتونه کاری بکنه، بگو مثلا بالای 90% نمیتونه کاری بکنه. توی میدل ایجی 50 بذار بگیم 50% آدم‌ها مثلا میتونن پولدار بشن، اون چیزی میخوام برسن 50% نمیرسن. ولی تو پیری اگه فقیر باشی شانس اینکه پولدار بشی مثلا میشه 10%. ولی اگه از روز اولی که به دنیا میای مامان بابات اینو بفهمن واسه انجام بدن، مثل کاری که من واسه بچه‌ام کردن، یا خود من تو سن 35 بفهمم و شروع کنم این کارا واسه خودم کردن، حالا چند زودتر خورده 30 شروع کنم این کارا واسه خودم کردن، حتما تو 65 پولدار میشم. فقط و فقط به خاطر تایم. یعنی مگه هر روز بیام یه خورده پول بذارم کنار بعد تو این فاصله 40 سال 50 سال این عدد وحشیه. حتما تو 65 پولدار شدی. پس چرا ما برای آیندهمون سیو آپ نکنیم؟ وقتی که الان بعد این ویدیو رو یا این پادکست فهمیدیم که آقا ما تا 65 سالگی بیشترین وقتی که پول لازم داریم، یعنی تو پیری بیشترین وقتی که پول لازم داریم کاملا، چون 3 بار زندگی میکنیم دیگه، یه بار بچگی، یه بار وسطی، یه بار پیری و اکثر آدما ضعیف بازی میکنن، ولی اونایی که پول دارن خیلی قوی بازی میکنن، چون دنیا دیدن گول بخور نیستن، همه چی حواسشون هست، پولم دارن، فقط اشغال کن. چون مغز تو که پیر نمیشه، بدنت پیر میشه. تو اگه مثلا با کون دختر حال میکنی تو 85 سال کون بیاد به شقه بدت نمیاد، ولی این دختره مثلا بری $500 بدی یه دختر بدی یا دختر بیاد بزوک کنه مثلا اصلا خود احساس میکنی که نه، ولی وقتی دختر بیاد اونجا فیلم بازی کنه که تو رو میخواد ولی هیچکی نمیگه به خاطر پوله، یه احساس دیگه ای داره. و وقتی تو میبینی اگه تو بیای سعی کنی تو بچگی شانس پول داشتن کمه، تو وسطی شانس پول داشتن بیشتره و تو پیری حتماً، خب این حتماً رو آدم باید انجام بده دیگه، چرا نده؟ تو از همه آسان‌تره. تو بچه بخوای پولدار بشی باید جینیوس باشی. بچه‌ای پولدار بشه همه میان راجعش حرف میزنن، تو اخبار میاد، تو فلان مثلا. تو وسط پولدار بشی دوستات میگن دمت گرم. ولی تو پیری فقط وقت لازم داری، اصلا نمیخواد باهوش بشی. هیچ وقت تو یه آدم پولدار میبینی نمیگی این چجوری پولدار شد، میگی کار کرده دیگه، زحمت کشیده. این منطقیه برات که تو پیری پولدار شده باشی. چرا؟ چون بدون که بفهمی میفهمی که وقت یارو داشته که تو نداشتی. پس اون توهمی که داری که یارو از این وقتش استفاده کرده پولدار شده، خب تو هم بکن دیگه. فکر کن سیگاری نیستی، هر روز برو یه نخ سیگار بخر، پولشو بریز توی جایی، آخر ما این پولا رو بردار بکنش طلا، دلار، بیت کوین، هر چی. سیگاری فکر کن 2 برابر سیگار میکشیدی، یه دونه سیگار میکشی 2 تا بکش، یه پک میکشی 2 پکش کن. پول کم داری کمتر سیگار بکش. میدونی خودش اسمنتتون یادتون نره. من خیلی این به این موضوع برام جالب شد و گفتم اینو من خیلی دوست دارم اینو به بچه‌ها بگم که بفهمین چرا مهمترین موقع پول سیو کردن واسه آینده چرا انقدر مهمه. چون بدترین حالت هست خواهی بود که اصلا نمیدونی چی. شاید مثلا من نتونم راه برم، مثلا فرض کن من هر خون میام بیرون ببرم رو چرخ بگم و چرخ هولم بدن، ماشینا از این باشه جر ثقیل بذارن بالا. فکر کن فرقش باشه پول داشته باشه پول نداشته اون موقع. برعکس دمتون گرم، خودت باش، خوشحال باش. چاکس. که بلد خوب واسه دختره رو بخوره.
تموم شد رفت. خب آخه چیکار کنی؟ یعنی دختر هول بده بکشه پایین شروع کنه خوردن، یا بگه میشه فلانتون رو بخور. من برای خانومم یه دونه شوموناس مصنوعی خریدم. اوکی نایس. بعد همه خب ببین منظورم اینه که دخترها میتونن از دو جا ارضاشن دیگه، یکی از کلیتوریس یکی هم از واژینال. سو نه امروز یه ویدیو دیدم شانسی دختر من گفتش این این به به این درسته